جلد اول، اتحاد تاریکی. فصل اول، زمزمه ای از دل سایه ها. کمی سرش را تکان می دهد و نفسی عمیق می کشد. دستی میان موهای سفیدش که مانند برف زیر آفتاب سوزان ذوب شده می برد. با دیدن عقربه ها که ساعت 8 را نشان می دهند از جا کنده می شود. دیرش شده. با مشت آبی که با شدت بر صورت سفید و بیروحش می کوبد، حال و هوای آن رویای عجیب از سرش می پرد. صبحانه نیمه کاره می خورد تا به اولین سرویس قطار شهری برسد. کتابهایش را به سرعت درون کیفش گذاشته و از خانه بیرون می زند و در پیاده رو با عجله هرچه تمامتر گام بر می دارد. نزدیک ایستگاه مترو می رسد که در گوشش انگار صدای همهمه جمعیت به یک بار قطع می شود. برای لحظه‌ای سرمای عجیب اطرافش حس می کند. روز آفتابی و روشن مانند عصری ابری و دلگیر شده و هیچ پرنده‌ای در آسمان نیست.